دیگر نعمت بزرگ که انسان سلام میندازه در دنیا، یکی از تحائف الله تعالی به انسان می باشه روز قیامت. سلام قولا من رب الرحیم، که این سلام این قول پروردگار به جنتی ها می باشه. این چه قسم می باشه؟ زمانی که جنتی ها در حدیث می جنت داخل شود، جهنمی ها همهشان در جهنم، در ای وقت همه جنتی ها را یک صدا میشه: ای جنتی ها، چیزی کم خو نیست. جنتی ها میگه یا الله برا ما از جهنم نجات دادی، یا الله جنت برا ما نصیب کردی، یا الله رضای خودت نصیب کردی برا ما، یا الله رویای ما را سفید کردی، دیگه هم چیز مانده که ما بخواهیم. در این وقت میگه تمام پرده ها که چه قصد حجاب ها همه ایشان دور میشه. زمانی که دور کرده شوه همه جنتی ها با دیدار الله تعالی ای ملاقات میکنن. امو رؤیت و دیدار پروردگار که میکنن، در این وقت همه ایشان به سجده میفتن. بالاخره کی به سجده میفتن، الله صدا میکنه: السلام علیکم یا اهل الجنه. به همه جنتی الله تعالی در او وقت سلام میندازه که سلام قولا من رب الرحیم. در سوره یاسین سلام ای قول پروردگار می باشه. زمانی که سلام انداخت، بعد از او برشان میگه ای جنتی ها، بعد از این هیچ وقت ما شما ناراض نمیشم، تا ابد رضای خود نصیب همه ایتان کردم. الله دیدار پروردگار نصیب بگرداند، الله لقای الله تعالی به همه ما و شما نصیب بگرداند. این جدا کیف داره.